خیلی رو دلیانی جمشید قربانزاده نماینده کمیته کار با جوانان و ورزش نقل حکومت جمهوری ترکستان. موسی جون همین لحظه که اینا مرامت رولو علی مرامت باز دیگر زاگی انداز ورک شود یک بار ورک شود رولو میریم جا مردم کسی در اونجا مرامت این سرجو بود نفوق Arson kanatış ki. Assalamu alaikum. مخلصان و هواداران ورزش ما یک بار دیگر در میدان یا در سمای سازمان با نفوذ UFC پرواز بلند عقاب تاجیک را دیدیم. با قول دو بازوک شد عقاب تاجیک و حریفان روی زمین آورد. الکی 12 پیروزی به باخت و در فرودگاه بین نورلا عقاب تاجیک که دائما از پرواز بلندی او ما میگویم پهلوی او مربیش حسین یوسف دارابشان عباد بیو بخاطر دارابشان عباد بکی امکی نورلا در اینجا پهلوی ما داره بخاطر امکی نورلا یک کف کنیم. من میدونم که 2 سال است زیادتر که نورلا پدر را نمیبیند ولی امروز محبت وطن داری و مخصوصا در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یک بار دیگر رزمکار تاجیک نشان داد که پرواز عقاب تاجیک از همه پروازها بلندتر است چون لوای کشور ما پرچم تاجیکستان باشد که به خاطر نورلا یک کفکوبی صمیمی زد. باور میکنید ما که پخش میکردیم هزاران مخلصان چه در تاجیکستان چه بیرون از تاجیکستان برای دران ابودبی درخشید. حالا در عباره های پیشوای معظم کشور و گفته های نورلا ما در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه همه با صدای تاجیکانه با یک آواز میگیم تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستان